و شهید شمران. بریم میریم سینما 70 رو ببینیم. جمعه کی از همه عزیزتره به مالی بهمون میمونه. آقا شنیدی این بهرنگ علوی و اون تبلیغ فیلم عزازی؟ نظرم که واقعا تبلیغش هوشمندانه بود. نظر شما چیه؟ خیلی تبلیغات هست، چه منفی چه مثبت. و اصلا کارش هم باحال بود چون افتاد سر زبونا. همین که تو الان داری براش ولاگ میگیری یعنی کارشو انجام آفرین. من چون مثلا 500 کیس سالس کردم چون راجع ولی واقعا عروسکه رو خوشم اومد و عکسشو اینجا براتون میذارم. خودم ساختمش چون برای فروش نبود. همون اول که دیدمش خوشم اومد ازش. آره با از این قشنگ تایپ تو بود. والا اسپید گیم این همه میره. آفرین. نمیدونم میزنه تو گوش هم دیگه. بعد تازه اینجا تو ایران همه میگن واو چه کار جالبی. ما تو ایران فقط مداد چشم فیک میفروشن و فال میفروشن و ما وقتی یه چاینیز رو میبینیم هیچ کاری بلد نیست و یه غذای معمولی میذاره واو واو چه چه میکنیم. نمیدونم همه دست فروشن. حالا این بنده خدا یه کاری کرده حالا عوض شد. یه ذره بعد موقع بود چون میگن همه استرس داریم. نه ببین میدونی تو ایران چون که خب خیلی باور دارم به طلسم و اینا فکر کنم شاید طلسم و چیزیه که مثلا اومده. ولی مثلا برای فیلم های زامبی طور هم دیدی اصلا زامبی میاد تو خیابون یارو نباید بیاد پنیک کنه بگه وای زامبی ها حمله کردن. اون تبلیغه و از اولم تابلو بود که این داستان تبلیغه. میگیری چه بگم؟ سینمای ملت. ما تازه اومدیم تهران. بچه ها برزه میلاد نیست. تو چند ساله نرفتی سینما؟ من به تازگی بودم. من 100 ساله واقعا یه آخرین بار رفتیم آتش‌بس 2 رو دیدیم با هم. آفرین 16 ساله اون بود یا 17؟ اینجایه. آره. آقا اسم اینجا ملته چون پشت پارک ملته. تو تئوریای دیگر خدا نگهدار. کتم آقای بیایی نه یه شونه به من میدی؟ نه یه شونه اصلا چرا توس شده. ما رسیدیم توی پردیس سینما گالری ملت. همون خوردی. میخواه بعدشم بریم یه فیلم دیگه. چه فیلمی؟ چیز Let's go. این 600,000 تومان داره زر میزنه. 600 ریال 600 ریال. نه خدمت شما ناچو تمیز شد. اون الان سالن چنده؟ سالن 2. خب اینجا هم نوشته سالن 1 و 2. پس بعد بریم پایین. آقا این شد 60 تومن. آره. اینم شد 60 تومن. 2 تا بلیت 2 تا پرتقال هم شد 160 تومن. بلیت هم شد 80 نفری. حالا جمعشو براتون تو ویدیو میذارم که خواستین برین سینما روز جمعه قیمت ها دستتون بیاد. فیلمو دیدیم تموم شد. نظر خودت راجع به فیلم؟ به نظر من تو همه فیلم ایرانی ها یه چیز گریه دار باید تو باشه. همه فیلم ایرانی ها یه خانواده فقیرن که میخورن زمین و همه میخندن. تموم شد. ولی باحال بود. یعنی بامزه بود. تیکای بامزهش بیشتر از ناراحتی هاش. آفرین. سرده. خیلی هوا سرده. صبح پا میشم چاک از خواب 2-3 حبس کام 2 تا رول افغان. ولاگ امروز تموم شد. خدافظ. بای بای. خدافظ.